خب این گوشی منه. وقتی روی این گزینه کلیک میکنم میبینید که اینجا اعلانم میاد پایین، صفحه اعلانم میاد پایین. وقتی که این گزینه میزنم صفحه‌مو میتونم کنترل کنم. وقتی دوباره میاد توی این قسمت میتونم به این شکل باز هم گوشی رو کنترل کنم. برای فعال کردن این گزینه فقط کافیه برید توی تنظیمات، بعد برید توی قسمت قابلیت دسترسی، توی قسمت مهارت و تعامل اینجا منوی دستیار رو فعال میکنید. از این گزینه میتونید انتخاب موارد منوی دستیار رو انتخاب کنید و گزینه های دیگر هم بهش اضافه کنید و یا میتونید میانبر منوی دستیار رو هم برای خودتون شخصی سازی کنید که از این طریق براتون فعال بشه. ممنون از اینکه این ویدیو رو تماشا کردید. اگر به اینجور سبک ویدیوها علاقه دارید کانال ما رو دنبال کنید و این ویدیو رو هم لایک کنید و برای دوستاتون ارسال کنید.